مردها باید نمیرند. مردها باید نمیرند. مردها چشم و چراغ روزگارند. سلام دوستان، پس از نشر خبری شوم، خبری ناخوشی کشته شدن اکمل امیری، این فرزانه افغانستان، قهرمانی تاجیکان، تمام صحیفه ها، شبکه‌های اجتماعی تاجیکی هم، مردمان تاجیکستان هم پر از سوگواری شده است و طول یک هفته وقتی ورق میگردانیم صحیفه فیسبوک یا اینستاگرام رو، مردم تاجیک هم در سوگ این قهرمانی افغانستان نشستند، در وصفش شعرها گفتند، عکسهایش رو نشر میکردند، با بسیار افسوس و بسیار آزردگی این خبر رو میرساندند و یا با بسیار کمال خوشحالی میگفتند که زنده است، تنها زخمی شده است. و واقعا هم مردم تاجیک امروز با مردم افغانستان همدرد هستند. حتی از من میدیدم که مقامات رسمی، مقامات بلندپایه تاجیکستان هم عکس‌های اکمل امیری را می‌ماندند و با مردم افغانستان همدردی بیان می‌کردند. مردها در زندگی پروردگارند. مردها باید نمیرند.